به نام یاد خدای متعال مهربان، طبق وعده که با شما داشتیم، بعد از این موضوعات علمی و کاربردی از مدیریت مالی، کارآفرینی و حوزه فردی را همراه شما به اشتراک میگذاریم. و یکی از اهداف اصلی و اساسی ما بخاطر انجام کاری است که ما باید یک مقدار از موضوعات را در زندگی فردی ما به شکل موفقانه سپری بکنیم. اگه بخوایم یک مثال بسیار کوچک را بکنیم، و است که شاید بارها تصمیم گرفته باشیم که هزینه‌های بیجا به مورد یومی خود جلوگیری بکنیم. مصارفی که نیاز نیست باید جلوش گرفته شد، ولی چون یک بار در ذهن ما گشته ولی موفق نشدیم، دو بار در ذهن ما گشته ولی نتونستیم جلوش بگیریم، در این بخش ما یک فرد شکست خورده بودیم و این شکست خود پذیرفتیم و به شکل یومیه و یا ماهوارش ما خیلی از هزینه‌های بیجا به مورد داریم که تا هنوز نتونستیم جلوش را بگیریم. شاید از دوستا و رفیقای خود ما تجربه داشته باشیم که پول داشتن، سرمایه داشتن، ولی یک کسب و کار را آغاز کردن که متاسفانه نه تنها رشد نکرد بلکه در شروع شکست. یا هم ما کسب و کارهایی را داشتیم که شاید خود ما یا اطرافیای ما شروع کرده باشن، بعد از یک سال دو سال چون در بخش مدیریت مالیشان فنی و حرفه‌ای نبودن، وقتی محاسبه میکنن میبینن که بعد از یک سال دو سال اینا نه تنها که سود نکردن بلکه زیان و ضرر را همچنان متقبل شدن. و حتی اگر بخوایم در حوزه فردی مثال بزنیم، ما دائما از خود ما یک تعریف بسیار ایدال در ذهن داریم. مثلا یک جوان که کنکور میخوانه دائما در ذهن خود به این شکل فکر میکنه که صبح زود بیدار میشه، درس خود شروع میکنه، بعدش مثلا قهوه میخوره، دوباره درس میخونه، باز ورزش خودم میکنه، باز صبحانه میخوره یا دوش میگیره، حمام میکنه، شبم به به شکل موفقانه درس میخونه. ولی در بخش عمل وقتی میایم متاسفانه او چیزی که از خود در ذهن تعریف داره در بود عمل اوتر یک فرد نیست. متاسفانه که در ذهن این فرد شکست خورده. یا یک فرد که ورزشکار است، ما شاید بارها تصمیم گرفته باشم که صبح زود متصل نماز باید ورزش برم، ولی متاسفانه در این بخش شکست خوردیم. با وجود که یک ورژن ورزشکار از خود در ذهن دارم، ولی در عمل به این شکل یک فرد موفق نیستم. شاید در کسب و کارها به این شکل باشه. ما یک کسب و کار داریم که در ذهن خود بسیار راحت میتونیم که مشتری جذب کنیم، در ذهن خود بسیار راحت میتونیم که بنیه‌های مالی از کسب و کار خود رشد بدیم، رونق بدیم، خیلی به شکل ایدئالش ما بازاریابی میکنیم، ولی متاسفانه در بود عمل همچون یک کاری صورت نمیگیره. و دقیقاً سوال اصلی و اساسی ما هم شامل دو کاتگوری از افراد میشه. یک تعداد افراد که با شنیدن از این مثال‌ها و موضوعاتی که ما بسیار به شکل ابتداییش رو مطرح ساختم، این است که میگن ما افراد موفق هستیم، ما افراد هستیم که لیول سطح ما از این حرفا و مثال‌ها خیلی بلند و بالاست و خیلی راحت دنبال از این موضوعات مباحث نمیگردن. ولی ما یک کاتگوری افراد اشخاص داریم که دقیقاً میخواین که پله به پله، مرحله به مرحله به شکل ایدئالش یک رشد تجربه بکنن و طبیعتاً که در مسیر تجربه شکست و ریختهای مختلف و متعدد هم وجود دارن. و حرف بسیار مهم و اساسی است که آیا ما و شما آماده هستیم که در طی این مسیر موفقیت در حوزه مالی، در حوزه کاری و حتی در حوزه فردی خود گام‌های استوار و متین برداریم و یا خیر؟